اگر چنین کنین چنان میکنم. روی سخنم با اروپا و آمریکاست. ازتون میخوام که این تهدید حاجی روحانی رو جدی بگیرین. فکر نکنین شوخی میکنه یا خالی میبنده. فکر نکنین اگه چنین کنین چنان میکنه و از امپیتی خارج میشه. خیر، جرأتشو نداره. فکر نکنین اگه چنین کنین چنان میکنه و برجام و پاره میکنه. پاسخ از این سوسول بازی گذشته. پاسخ آتشینه. چنین که زدین حاج قاسم رو له کردین، چنان تو چال کردنش زد 80 تا رو کشت که بیا و ببین. چنین تهدیدی تو دریا و تحریما کردین، چنان مانور دریایی کرد و ناو جماران چنان موشکی دقیق خوابوند وسط ناو کنارک و لط و پارش کرد که از دقتش خودتونم انگوش به دهن موندین. میخوام بگم که فکر نکنین چنین کردناتون رو مقام عظما و حاجی روحانی چنان نمیکنن. همه جا چنان میکنن، تو هوا، تو دریا، تو خشکی. حالا جان و مادرتون شما رو به نون و نمکی که سالهای سال خوردین قسم میدم دیگه چنین نکنین. این کشتیاش رو بذارین تا ونزوئلا برن. تو سازمان ملل هم چنین نکنین. خودتون نشستین اونور آب، خیالتون راحته که چنان نمیشین. اینم که هوا و دریا رو چنان کرده و داره نزدیک میشه، یه دفعه میزنه استودیو خودمونو چنان میکنه که اگه به من رحم نمیکنین به این بدبخت بزن باد رحم کنین که اگه من و استودیو نباشیم کجا بره حرفاشو خرج کنه. درسته که بر استراتژیست نظامه، اما با خط و خطوط کشکیش پوز و مقام عظما رو به خاک مالونده. خب کفش کنه یا تو بیابون، الفبای استراتژی حالش نیست. دریای وسیع از همه علوم با عمق کمتر از 1 میلیمتر. ما اومدیم، استودیو روشنه. به به به، کفش آهنین برای پیمودن بیابانهای خشک و بی‌آب و علف استراتژیک. دریای علم و حلم خودشو با هر مشقتی بود رسوند اتاق فرمان. بذار اون تیتراژو، بذار قربونه. آیه دکتر، اولین و مهمترین و تنها سوال یک راه حل استراتژیکی بدین. واسه کدوم بدبختی؟ مهم نیست، من فقط میخوام بالاخره یه بارم که شده شما یه راه حل بدین. بابا برم، مرحوم آبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن پیرمرده تو داروخونه تا داروخونه چی روشو کرد اونور زد یه مشت قرص برداشت و خورد. نوش گفت با بزرگ کار مال خودت نیست، کادون که هست. چه میدونی قرص مال چه مرضیه که همینجور راحت میخوری؟ ممکنه برات بد باشه. پیرمرده گفت چه فرقی میکنه، مال هر مرضی باشه من دارمش. روشن شد یا بفرستم برید داروخونه دنبال قرص و دارو. دکتر، این تصویر خیلی زایه و ناامید کننده از نظام دارین میدید. بله، پس چی؟ کجاشو دیدی؟ آقای دکتر، سخنرانی این هفته مقام عظما که تکه پارگی نظام نشون داد، یه عده بسیجی ها رو به اذان نشونده، یه عده هم گیج کرده. مثل چی؟ منظورت اونجاییشه که گفت دولت حاجی روحانی تاریخ مصرفش تموم شده؟ بله اونجا که گفت بندازیمش دور، یه دولت حزب اللهی جوان بزنیم سر جاش. پرسیدن منظور از دولت جوان چیه؟ چون مثالی که مقام عظما زدن حاج قاسم بود. این که جوان نیست، جوان نیست ولی عوضش سنش دیگه بالا نمیره. حاج قاسمی هم تو کار نیست. حاج قاسم کجا بوده؟ گفت اگه عقل داشتن از همینجا میفهمیدن که منظورش از جوون پاسداره. اسم نشریه خود پاسدارام جوانه. آقای دکتر، بسیجی ها نوشتن مقام عظما چرا اینقدر عجله داره که نمیتونه تا انتخابات صبر کنه اونجا حاجی روحانی رو کله کنه؟ انتخابات خودمون که سال اقلا تا انتخابات آمریکا صبر میکرد، شاید یه فرجی میشد. چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن خدا آدمو خر کنه، گرفتار خر نکنه. به چه زبونی به این بسیجی زبون نفهم؟ باید بفهمونه که از ترس قیام میخواد دولت رو پاسداری کنه دیگه. به هر زبونی میگه باز نمیفهمم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردن بله، میفهمودن به مشنگه گفتن بابات به رحمت ایزدی پیوست. گفت رحمت ایزدی کیه؟
گفتن نه بابا منظورم اینه که به دیار باقی شتافت. گفت دیار باقی کجاست؟ گفتن یعنی دار فانی رو ودا گفت. گفت دار فانی چه جور داریه؟ گفتن بابا یعنی رخت از این دنیا بس رفت. گفتش که منظور تو رو خوب نمیفهمم. گفتن الاغ بابای خرت مرد. گفت خر من که بابا نداشت. روشن شد یا همچه بذارم که بری دنبال پیدا کردن دکتر دولت خواهش جمهوری. میکنم نکنین بعد چوری زدن به تیپ هم. تو دیدی وقتی پیتزا رو میذاری تو یخچال خنک میشه چقدر خوشمزه میشه؟ نه خیر. خب منم ندیدم، چون که از ترس اینکه یکی دیگه بیاد بخورتش همیشه همون اول خودم یه لقمه‌اش میکنم. داشتم میگفتم که دعوای مقام عظما و حاجی روحانی مال یه روز و دو روز نیست، از خیلی وقت پیش این دعوا را افتاده. هی حاجی روحانی گفت برجام، مقام عظما گفت بابا خود تو ملاجمون. این دوباره گفت برجام ولکن نبود تا به یه روز سیاه نشستیم. های تازه دکتر یه گوشش سر برجام. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن طرف رفت در مغازه گفت یه کیک با نوشابه بده. طرف گفتش که کیکمون تموم شده نداریم. طرف گفت خب پس کیک با دوغ بده بخوریم. گفت بابا جون گفتم که کیک نداریم. گفت چرا ناراحت میشی؟ خب همون کیک خالی رو بده بخورم برم دیگه. دکتر حاجی روحانی که اینقدر مجیز مقام عظما رو گفت که آدم جناح خودش هم حالشون گرفته شد. تون هم با هم دیدار میکنن. خب چطوری میونشون اینقدر شکرابه؟ همدیگر رو دیدن و دیدار کردن که دلیل نمیشه که میونشون خوب باشه. تازه اگه بغلم میکردن همدیگر رو تو این شرایط کرونایی بازم دلیل نمیشد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که باباه به پسره گفت چرا بود سیگار میدی؟ پسرش گفت خب سیگار کشیدم چون افسردم، غم روزگار به هجوم آورده، دلم گرفته. باباه بهش اینجوری کرد. پسرم سر گذاشت رو شونه بابا. بعد باباه همینجوری که گرفته بود از اون زیر با زانو زد تو شکمش تا عبرت روزگار بشه. روشن شد یا اینجوری کنم برات؟ آیه دکتر پس اقلا بگین مقام عظما یه عده رو جمع کنه توجیهشون کنه. اینطوری که با زانو میزنه تو شکم رئیس جمهوری نظام که از توش دولت جوون حزب اللهی در نمیاد. آره. یه دلی بذاره تو دلشون. فعلا یکی رو میخواد یه دلی بذاره تو دل خودش بدبخت بیچاره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن که دکتره بالا سر مریض وایساده بود داشت عملش میکرد. گفت نترس جعفر، این یه عمل کوچیک و ساده است، نترس، اصلا نگران نباش. ولی گفت دکتر من که جعفر نیستم. دکتر گفت میدونم جعفر خودمم. روشن شد یا برفستم زیر عمل دکتر جعفر. آیه دکتر عجب مانور دریایی دشمن شکنی داشتی. آره عجب مانوری بود. هدف رو دیدی؟ با رادارهای ساخت خودمون، نشون روی دقیق، با تجهیزات نشانه روی ساخت خودمون، شلیک، با موشک ساخت خودمون. هدف لطو پاشو طوری که تیکه هاشو ماهیرا جمع میکردن. ماهیگیرای ساخت. زبون به دهن بگی دیگه ناکس. ولی ناو موشک انداز کناره که خودمون زدیم. آیه دکتر باشه یه قلن 19 میگیریم دیگه، اینقدر که دیگه عزا نداره. از این به بعدم ناو موشک انداز بهش نگو، شناور پشتیبانی تمرینی کوچیکی که بچه‌ها چند تا چوب سرهم کرده بودن ساخته بودن. چطور صیاد شیرازی و حاج قاسم وقتی میترکن و تیکه پاره میشن ترفیع درجه پیدا میکنن، این ناو بزرگ تو سرش میخوره؟ تو اگه زبون به دهن نگیری قبل از اینکه بترکی تو سرت میخوره ها. مواظب خودت باش. آی دکتر چنین کلمه‌ای نگین که چنان و چنین میشه. های دکتر میشه شما بابا. صحبت فکر می‌زنید کنی چنان که کردن منم مثل چنان کردن آخه قربونت برم تو حق نداری با یه موجودی به علاقه تو برخورد بکنید به هر خاصی